سلام به همگی، امیدوارم که حالتون عالی باشه. آقا هفته پیش چه هفته، البته 2 هفته پیش چه 2 هفته رنجی بود. یعنی از 2 هفته پیش ما همش طلا رو داریم توی این محدوده میبینیم تا همین دیروز پریروز. ولی با این حال تحلیلی که بچه ما هفته پیش بهتون داده بودیم، گفتیم که چی؟ طلا جایی تموم شد که دقیقا یه جای نقطه مهمی بود، بهش اشاره کردیم، گفتیم که این محدوده خیلی مهمیه، باید ولی طلا از یه سمت فاصله بگیره که ما بتونیم از این لاین استفاده بکنیم. که میبینید دقیقاً با یه گپ سنگین باز شد. حالا من اینو جابجا بکنم اینجا قشنگتر میبینید. از همینجا بخوایم در نظر بگیریم تا اینجا تقریبا با 180 پیپ ما میگیم گپ باز شد و دقیقاً برگشت خورد به لاین و ریزش کرد. اگر اینجا شما این به حسابن چیز رو نگرفتید، این سل رو نگرفتید، دیگه نباید بگیرید. یعنی نه دیگه نباید میگرفتید. چرا؟ چون واکنشش نسبت به این لاین شما دارید میبینید و باید منتظر شکست، این که نهایتش میرسید به لاین پایینی و بایش رو میگرفتید. که میبینید دقیقا اینجا شکست اتفاق افتاده، نه یک بار بلکه 2 بار از همین لاین واکنش داده و تقریبا نزدیکای، حالا بخوایم از اینجا حساب بکنیم 300 پیپ، از این یکی بیشتر 330 پیپ اینا واکنش داده و دوباره شکسته و میبینید که همینجور روی این لاین داره واکنش میده. دوباره پول بکش داده اومده، دوباره رفته جلوتر. اینجا دقیقا روی همین لاین فقط بازی کرده تا خود آخر هفته. خب بس یه چیز رنج ما داشتیم، کلا بازی قیمت توی 1000 پیپ بچه بیشتر اتفاق نیفتاد. یعنی کل این رنج 1000 پیپ بود، در صورتی که هفته های پیش مثلا این رنج زیر 1800 پیپ 2000 پیپ نبود. ولی خب چیزی که من دارم ازش میبینم بچه ها، همین جوری هم بخواید بهش نگاه بکنید، بذارید من اینو بردارم، همین جوری هم بخواید بهش نگاه بکنید میبینید که طلا یه ریزشی رو داشته. خب اومده اینجا و اینجا قفل کرده، اومده بالا، اینجا مقاومت کرده، برگشته. ولی کف رو اگر توجه بکنید، کف بالاتر از کف خودش ساخته، دوباره رفته بالا، برگشته، دوباره همین اتفاق داره میفته. کفای مهم رو بیشتر در نظر بگیرید، دوباره این کف بالاتر از این کف و همینجور داره توی این محدوده بچه ها داره هی مقاومت میکنه. چیزی که من از طلا دیدم و حالا چیزی که توی تکنیکال بخواید در نظر بگیرید، احتمال میره که این محدوده بشکنه و طلا مجدد به سمت صعودی شدن حرکت بکنه. هرچند که میبینید چه کندل ضعیفی هم هست، یعنی این ریزشی که اینجا اتفاق افتاده اینجا انگار قطع شده. خب الان منتظره که یهو اینجا یک کندل ثبت شه. من نمیگم دیگه میره روند سودی برای قیمت های جدیدا، ولی چیزی که من دیدم احتمال بیشتر میدم، 100% هیچی نیست ولی احتمال بیشتر میدم که طلا بخواد این معدل رو بشکونه و بره به سمت بالا، یعنی سقف هفته گذشته رو بشکونه و بره به سمت بالا. خب این شد از هفته پیش بچه ها. بریم اما سراغ هفته جدید. هفته جدید هم بچه ها خیلی رنجمون کمه، یعنی بین هر این کمه که کم نیست در اصل، نسبت به هفته های گذشته کمه. ما این 500 پیپ رو توی مثلا چند 6 7 ماه پیش خیلی میدیدیم، میگفتیم 500 پیپ فاصله بین لاینا، ولی الان دیگه مثلا زیر 1000 پیپ انگار مثلا یه جورایی مثلا بازیه برای طلا. ولی بچه این نقطه 40 سی یه نقطه به شدت ریسکیه. پیشنهاد نمی کنم اصلا این نقطه رو بخواید ازش سل بگیرید، ولی من اینجا گذاشتم کسانی که ریسکیان میتونن، حتی مثلا چیزن ریسک پذیرم نیستن، میتونن با حجم کمتر، با اون مقدار ریسک پایین تر این نقطه رو بگیرم. ولی خیلی ریسکیه بچه، چون چندین و چند بار واکنش داده. من اصلا خودم این نقطه رو نمیگیرم. اگرم هفته دیگه سود بده این نقطه سل واکنش بده، جز برند حسابش نمی کنم، چون نمیارزه به ریسکش بچه ها. ولی در عوضش میذارم قشنگ بشکنه. که میگم قشنگ بشکنه بچه ها، نگاه بکنید این یه لاینه. خب شما باید اینجا اینو یه محدوده ببینید. خب از اینجا این یه محدوده است. خب
این محدوده کامل بشکنه، کندل 4 ساعته مثلا دیگه خیالتون راحت تر بشه، بالا بسته بشه، نوسانات رو ببینیم، بعد توی پول بکش بای بگیریم. میشه رو اون حساب باز کرد که آره حالا ما میتونیم مثلا چه میدونم 200 پیپ 300 پیپ ازش بگیریم. اینو هم لازمه که بگم بچه ها، این هفته ما استاپمون رفت روی 100 پیپ و تارگت هامون هم 100 پیپ 100 پیپ شد، یعنی که تارگت 100 پیپ، 200 پیپ، تا حالا ما تارگت 4 یا حالا نهایتا 5 که مثلا 500 پیپه. مثلا این شکسته شد، میتونید روی تارگت بالا روش تمرکز بکنید بچه ها، و همینطور که بره به سمت بالا مثلا من پیشنهادم اینه که تا اینجاها حرکت بکنه و اینجا بتونیم یه سری خوب ازش بگیریم، چون در گذشته اینجا هم واکنش خیلی خوبی داشته بچه ها. میبینید این لاینی که اینجا هست در گذشته مقاومت خیلی خوبی داشته، برای میگم میشه ازش گرفت. ولی اگر از اینم حتی گذشت، باز یه لاین دیگه اینجا هست. حالا درسته من تا اینجا رسم کردم ولی بازم اینجا لاین دارید، شما میتونید از اینم بگیرید و از سمت پایین. ولی اگر طبق انتظارات ما پیش نرفت و اصلا اومد به اینجا این مقاومت گفت آقا من نمیذارم مثلا بشکنه این محدوده و بریز و ریزش اتفاق افتاد، اینا محدودهایی هستن که شما میتونید ازش بای بگیرید و محدودهایی هستن که در پول بک بهشون شما میتونید سل سوار شید و تارگت های بالاتر ازش بگیرید. خب اگر بخواد بشکنه، مخصوصا این کفی که اینجا هست، اگر بخواد بشکنه کامل، یعنی بیاد اینجاها قیمت دیگه میره برای شکستن این کف و ادامه ریزش، که حالا من اینو احتمالش رو کمتر میبینم. بچه ها من یه زوم اوت میکنم، زیتون بذارم اینجا، یه زوم اوت میکنم. شما اگر دوست داشتید اسکرین شات بگیرید از لاین ها که داشته باشید و ازش استفاده بکنید. خب امیدوارم که این هفته برید بهتر کنید بچه ها، از لاین ها استفاده بکنید. شما کافیه که مثلا دیگه وقتی به طور مثال دارم میگم یه دونه سل لیمیت میخواید بکنید، یه دونه بای لیمیت که ما هم همیشه میگیم بچه ها بین 10 تا 20 پیپ فاصله از لاین، مثلا برای بای 10 تا 20 پیپ بالاتر میکارید، چون یه موقع‌هایی قیمت ما رو جا میذاره، یا برای سل 10 تا 20 پیپ پایینتر میکارید که جا نمونیم از مارکت. و به این شکل کار میکنه. مثلا میگم مارکت باز شده امشب، من مثلا میبینم اوکی اینجا داره نوسان میکنه، اوکی من اینجا میخوام بای بگیرم، بای لیمیت بکارم، بایمو میکارم، استاپ هم مشخصه، تارگت هم مشخصه، مثلا میگیرم میخوامم. نیازم نباشه مثلا 4 صبح 5 صبح وایس دقیقا خودتون تو مارکت دستی وارد بشید. و بقیه لیمیت هم به همین شکلی. حالا مثلا قیمت اومد اینجاها، شما بعد میید این سلو میکارید. اینجوری نیست که مثلا این سلا رو از همون اول هفته بکارید ولش کنید به امون خدا. مثلا سعی کنید که قیمت اومد بین هر دو لاین اون سل لیمیت و بای لیمیت رو فقط بکارید، تا اینکه دوباره قیمت بره بالای لاین و دوباره این سل لیمیت و این بای لیمیت رو بکارید. جوری نباشه که همه معاملات رو با هم بکارید. اینجا هم یه خبر داریم فکر کنم خیلی مهم باشه، حواستون به اخبارم باشه. برید هفته رو بهتر کنید، موفق باشید.